امروز اومدم هریسون هات اسپرینگ. اینجا یه منطقه تفریحیه که کانادایی‌ها خیلی بهش علاقه دارن. یه دهکده کوچولوی کنار دریاچه هریسون که تقریباً 1500 نفرم جمعیت داره. اینجا به یه منطقه توریستی تبدیل شده. چرا؟ به دلیل چشمه‌های آب گرمی که به صورت طبیعی داره و هتل‌هایی که اینجا ساخته شده. بریم با هم اتاقمون رو تحویل بگیریم و بریم اونجا رو کامل بهتون نشون بدم. اینجا ویو اتاق ما تو هتلمونه. داخلش چند تا استخرهای مختلف داره که همشون آب گرم طبیعی هستن و کلی هم خواص درمانی دارن.